شما فکر کن من صبح جمعه ساعت 7:30 پا شدم، کار دانشگاهمو انجام دادم، ورزش کردم، بعد رفتم بیرون و دوستامو دیدم، یه تولد کوچولو گرفتیم و رفتیم یه کتاب فروشی خیلی جذاب که خیلی محیطش باحال بود. اونجا این کتابی که خیلی وقت دنبالشم پیدا کردم. بعد که اومدم خونه با مجتبی تصمیم گرفتیم یه چیز هیجان انگیز از روی یوتیوب پیدا کنیم و درست کنیم، ولی متاسفانه اصلا خوشمون نیومد. بعد با هم کتاب خوندیم. دنبال کافی برای استفاده تناسب محصول با بازار رو داشته باشن، آماده مقابله با یکی دیگر چالش‌ها هستن که به همون اندازه و بله، کتاب خوندن با شریفی این شکلیه که تو کتابش جزوه می‌نویسه و هایلایت می‌کنه. بعدشون تصمیم گرفتیم سالاد سزار درست کنیم. پس مرغ و گریل کردیم و یه عالمه کاهو درست کردیم براش و بعد اینقدر حرفه‌ای سالاد سزارمون رو سرو کردیم. شام خوردیم، فیلم دیدیم و تمام.